در همایش مشورت بابت طرحریزی و تصدیق کنسپسیای برنامه استواری شهر خاروق سخن رفته، رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان یادگار فیضوف برای دستگیری شریکان رشد در پیشبرد کارهای بنیادی در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر خاروق اظهار سپاس بیان نمود. قید داشت که نقشه استوار شهر خاروق در همکاری شریکان با کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی، حاکمیت دولتی شهر و ولایت، جامعه شهر خاروق تهیه کرده می شود. برای عملی شوی برنامه مذکور زیاده از 10 میلیون دلار جدا شده با مبلغ گذاری کاتب دولتی شویتزاریا اوید به مسائل اقتصادی و اجتماعی و فیلیال اگنتی آقاخان اوید به مکان زیست عملی خواهد گشت. گفته شد که طبق نقشه برنامه تا سال 2025 در حدود شهر خاروق پورا عملی خواهد گشت. همکاری متقابلا سودمند مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان با شریکان رشد در تهیه و عملی نمودن یک قطار لایحه‌های انوستیسیونی در ولایت مختار کوهستان بدخشان در یک مرحله بسیار بلند قرار دارد که این تجسمگر دستگیری طرفه حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. یکی از لایحه‌هایی که امروز با دستگیری و تشبث 5 ساله حکومت جمهوری تاجیکستان برای شهر خاروق با مبلغ گذاری دفتر شویتزاریا اوید به رشد در جمهوری تاجیکستان راه اندازی شده از طرف فیلال اگنتی آقاخان اوید به مکان زیست عملی کرده شده است با نام استواری شهر خاروق راه اندازی شده به کار فعالیت شروع کرده است. نگفته نماند که لایحه مذکور تحت نظارت بی‌واسطه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان قرار گرفته. هدف از لایحه این مستحکم و استواری شهر خاروق وابسته به حالت‌های فوق‌العاده بلند برداشتن اقتدار اقتصادی خود شهر خاروق و معرفی نمودن شهر خاروق یکی از شهرهای از جهت رشد استوار اقتصادی در فضای شهرسازی به حساب می رود. این چنین باید قید کرد که در 2-3 سال اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان در بسیار لایحه‌های مشترک مقامات اجرایی حکومت دولتی با شریکان رشد از جمله با بانک اروپایی تجدید و رشد، بانک جهانی و تشکیلات خدمات آقاخان اوید برای رشد راه اندازی کرده شده ایستادند و نقشه است که در روزهای نزدیک باز یک قطار لایحه انوستیسیونی در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان آن با کار فعالیت خویش آغاز نمایند. نمایندگان اگنتی آقاخان اوید به مکان زیست و فوند آقاخانی تاجیکستان از روند برنامه‌ریزی شهر استوار خاروق معلومات را پیشکش حاضری نموده از فعالیت‌های اساسی برنامه استواری شهر خاروق که مربوط به ارزیابی مکان زیست، تحقیقات توپوگرافی شهر، بخطرگردانی موضع‌های مرکزی ولایت، کارهای ساختمانی میباشد برآمد نموده از مشکلات و حل نقشه چاره‌بینی‌های در پیش ایستاده سخن نمودند. نمایندگان کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بابت همکاری دوجانبه اظهار سپاس نموده ذکر داشتند که الکی مرحله دوم عملی شوی برنامه نامبرده آغاز گردیده بابت تغییر و الوه‌ها به آن در سطح کمیته مذکور حل و فصل خواهد گردید. رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان یادگار فیضوف ذکر نمود که امروز مسائل تامین پورای ساکنان شهر خاروق با نیروی برق، بنیاد دستگاه نو برقدهی، مسئله آب و تشناب، ساختمان کوپرک‌ها، راههای پیاده‌گرد با دستگیری اگنتی آقاخان اوید به مکان زیست در نقشه بوده بهر عملی‌گردانی آنها فعالیت‌های مشخص برآمده شدند. قید نمود که امروز از جانب بعضی ساکنان دهه‌ها و محله‌های شهر لایحه‌های بهترسازی انفراساختار شهر و دهات پیشنهاد گردیده بهر نگاه داشتن بخطری موضع‌ها با دستگیری شریکان رشد لایحه‌ها عملی شده ایستادند. وابسته به مسئله پیشگیری و تبابت بیماری کووید 19 گفته شد که امروز از جانب مسئولین چاره‌های ضروری راه اندازی گردیدند. رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان یادگار فیضوف ذکر داشت که ساختمان انبارخانه برای نگهداری موادهای ضروری طبی و استانسیای اکسیژنی از جمله تشبث‌های بی‌نظیر وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در همدستی با شریکان رشد به حساب می رود. بابت دستگیری شریکان رشد در ساختمان میدانچه‌های ورزشی از جانب نماینده کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان توسط مکالمه ویدیویی اظهار سپاس بیان نمود. معاون رئیس شهر خاروق زورابک بوریبکزاده بهر همکاری متقابلا سودمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خاروق با شریکان رشد منتداری را بیان داشته قید نمود که من بعد نیز چنین تشبث‌ها بهر پیشبرد رشد انفراساختار شهر خاروق باز هم پرزور گردانیده خواهد شد. نمایندگان شریکان رشد نیز در نوبت خود برای چنین همکاری‌های سودمند بر راهبریت ولایت و شهر منتداری خویش را بیان داشتند.